بسم الله الرحمن الرحیم. گفت این تذهب، کجا میرن؟ قال الى طلب العلم، خواهشم طلب علم هست. حضرت گفتن اینی اعیذک بثلاث خصال فیها علم الاولین والآخرین. گفتن ای جوانی عزیز، من سه نصیحتت میکنم، سه نصیحت. همین سه نصیحتی من گفت در گوش جای کو، در دل جای کو، در همین سه نصیحتی من علم اول و آخر همش وجود داره. جوان گفتن گوش میکنم پیغمبر. یکم گفتن خف الله فی سر و العلانیه. یکم جوانی عزیز گفتن خوش به حالت که در این جوانی خدا تو را هدایت کرده است. در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری است. ببینید چه جوان عبارتی زیبا داره، چه خوشرو خم و راست می شود، چه سجده های زیبا داره، طولانی در نماز ایستادگی می تاند. در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری است. وقتی پیری گرگ ظالم می شود پرهیزکار. یکم گفت نصیحتی من بر تو این که از خدا بترس، از خدا بترس. چی در بین مردم باشی، چی در غیر مردم باشی، از خدا بترس. یکی صاحب دل بر پلنگ نشست. در بستان سعدی می آید، خدا تأثیر را ببینید. یکی صاحب دل بر پلنگ نشست، همه رفت رهوار و مار به دست. یکی گفتش ای مرد خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. چی کردی که نگینی سعادت، چی کردی که نگینی سعادت به نام تو شد؟ چی کردی که درنده رام تو شد، نگینی سعادت به نام تو شد؟ اگر گفت فردا بینی ای برادر عزیز بالای فیل سوار باشم و کرگس در دست داشته باشم، گفت تو تعجب نکن، در حیرت نمان. میخوای که سیر اینم من برای تو آشکار کنم؟ گفت بله چی سیرش؟ گفت تو هم از حکم داور سر مپیچ، که سر نپیچد زی حکم تو هیچ. جوانی عزیز، تو هم گفت پروردگار تا اطاعت کن، از حکمهای او سر نپیچ، در برابر حکمهای او حکم خود نبرار، مبارزه علیه حکم خدا نبر. اینا